چرا باید نماز بخونیم؟ شما میتونی نماز نخونی خیلی هم پولدار بشین، مثل این هم آدم که سر تا سر کره زمین نماز نمیخونن، شرایط مالی خیلی خوبی دارن. اما نماز خوندن 3 فایده کلی داره که میخوام اینجا بهتون بگم. مورد اول، زمانی که شما سجده میکنید وصل میشید به مرکز مغناطیسی کره زمین که کعبه هستش و انرژی‌های منفیتون از این چاکرا تخلیه میشه. مورد دوم، زمانی که شما نماز میخونید و با حضور قلب عبارات تأکیدی رو به کار میبرید، از گذشته و آینده ذهنتون رو خارج میکنید، توی سطح بالایی از مراقبه قرار میگیرید و ارتعاشتون میره بالا. و مورد سوم، زمانی که شما نماز میخونید و دارید سوره حمد رو میخونید، سوره حمد چون سراسر شکرگزاری و سپاسگزاری از خداوند رحمان و رحیم هستش، ارتعاش شما رو میبره بالا، شما رو توی سطح ارتعاشی بالا قرار میده. به همین دلیله که میگن اگه خواسته یا آرزویی داری تو چنین حالتی از خداوند بخوا که برآورده میشه. پس شما با این 3 فایده میتونی تصمیم بگیری که نمازتو بخونی یا نخونی. نکات مهم در این بخش: عظمت و هدایتگری قرآن کریم، خصوصیات انسانهای پرهیزگار. آنان بر طریق هدایت پروردگارشانند و رستگاران آنها هستند. هدایت خداوند به انفاق کردن برای بار اول در قرآن کریم. هدایت خداوند به نماز خواندن برای بار اول در قرآن کریم. آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد و مایه هدایت پرهیزکاران است. پرهیزکاران کسانی هستند که به غیب، آنچه از حس پوشیده و پنهان است، ایمان می آورند و نماز را برپا می دارند و از تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند. و آنان که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو بر پیامبران پیشین نازل گردیده ایمان می آورند و به رستاخیز یقین دارند. آنان بر طریق هدایت پروردگارشانند و آنان رستگارانند. Important points in this section: the greatness and guidance of the Holy Quran, characteristics of pious people. They are on the path of guidance from their Lord, and the redeemed are they. God's guidance to spend for the first time in the Holy Quran. God's guidance to do prayer for the first time in the Holy Quran. Verses 2 to 5 of Surah Al-Baqarah of the Holy Quran. This is the book, there is no doubt in it, a guidance to the God-worry, who believe in the unseen, maintain the prayer, and spend out of what we have provided for them. And who believe in what has been sent down to you and what was sent down before you, and are certain of the hereafter. Those follow their Lord's guidance, and it is they who are the felicitous.